اوایل 20 سالگی خیلی از برنامه تیندر استفاده می‌کردم. یه جورایی هم واسه تفریح، هم واسه آشنا شدن با یه دختر خوب. بعضی وقتا قرارام به نتیجه نمی‌رسید یا زود تموم می‌شد. واسه همین افراد زیادی رو دیده بودم ولی سرانجامی نداشت. تا اینکه با یه دختر آشنا شدم که خیلی هم بهم نزدیک بود. چون محلمون رو خوب میشناختم و تقریبا میدونستم خونش کجاست. من خیلی وقت تیندر رو داشتم و تا حالا ندیده بودمش، پس مطمئن بودم که اکانتش جدیده، چون اگه قدیمی بود تا حالا دیده بودمش. تقریبا 1-2 روز با هم صحبت کردیم و بالاخره قرار شد که همدیگر رو ببینیم. لباسامو پوشیدم و آماده شدم که برم سر قرار، به امید ملاقات با نیمه گم شدم. قرارمون این بود که من برم دنبالش و از اونجا بریم یه رستوران با هم غذا بخوریم. سوار ماشینم شدم و روی جی پی اس لوکیشنی که برام فرستاده بود رو زدم که برم سمتش. یه مجتمع مسکونی بود و فاصله زیادی با من نداشت. خیابونا خلوت بود و زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردم رسیدم. نزدیک که شدم آروم آروم حرکت کردم که خونش رو رد نکنم. همه ساختمونا شبیه به هم بودن و یکم جیج کننده بودن. داشتم خونش رو پیدا می‌کردم که پیام داد ماشین تو یه جا پارک کن و پیاده بیا. پیام عجیب بود ولی گفتم شاید می‌خواد یکم با هم قدم بزنیم. پیاده شدم و به سمت ساختمونش حرکت کردم که دوباره برام پیام اومد که وارد ساختمون شو و بیا بالا جلوی در خونه. قبل رسیدن گفتم بذار عکسشو ببینم تا با کس دیگه ای اشتباه نگیرمش، که متوجه چیز عجیبی شدم. توی هر عکس قیافش فرق می‌کرد و انگار کس دیگه ای بود. با خودم گفتم الکی دارم خیالاتی میشم و رفتم جلوی در خونش. وقتی در زدم متوجه شدم لای در بازه. یه انرژی خیلی بدی از اونجا میگرفتم که یهو صدای یه مرد شنیدم که داشت به یکی دیگه میگفت آماده باش داره میاد تو. همون لحظه بود که فهمیدم همش یه تله است. سریع برگشتم و تو راه رو شروع به دویدن کردم و از ساختمون خارج شدم. سوار ماشینم شدم و از اونجا فرار کردم. وقتی رسیدم خونه گوشیمو دیدم که پیام داده بود چرا رفتی؟ لطفاً برگرد. توجهی بهش نکردم. شب که میخواستم بخوابم پیامی برام اومد. از پلاک ماشینم فیلم گرفته بودم. امیدوارم نتونن پیدام کنم.